با توجه به اینکه بازار انیمه‌های فصلی گرم شده و تو اینستا و اینا خیلی ریکامند میشن، گفتم که یه آپدیت بدم رو چیزایی که دارم میبینم و شاید به کار کسی بیادش. و بهتون قول میدم که انیمه آخری رو به احتمال زیاد نمیبینید و فوق‌العاده است که از خیلی جام افتاده. اولین انیمه که من دارم میبینم انیمه آی پری اوریثینگ هست. 4 اپیزودش اومده. والا انیمه بدی نیستش ولی اونقدر هم کار خفنی نیستش که بگم مثلا ماست واچ و باید دیدش و از اینجور چیزا. بد نیستش، سوسوه، یه کار میان است به نظرم. اثر بعدی فیلور فریمه. فیلور فریم یکی از اون اثراتی بودش که من خودم در ابتدا خیلی روش حساب میکردم و امید داشتم که اثر خوبی باشه. داستان یه جورای انتقامی بودش و باحال میخوردیدش، ولی متاسفانه به خاطر حجم زیاد سی جی آیش و آرت بعدش واقعا اثر ضعیفه. ولی اپیزود آخرش باز به نسبت بهتر بود، ولی اون اپیزودهای اول دومش فاجعه بودن واقعا. الان قابل تحمل تر شده ولی بازم اونقدر خوب نشده. یه کار یه ذره متوسط رو به خوبه، یه ذره، اونقدر نمیگم. به طور کلی اصلا متوسطیه به نظرم. اسلایم هم که از سیزن پیش داره ادامه شد، بد نیست به نظرم. فصلهای اولش به نظر من جذابتر بودش. الان یه ذره داستانش خیلی سوبر شده. بعد من مثلا نگاه میکنم اپیزوداش خیلی به دیالوگ میگذره، یعنی همش دارن حرف میزنن راجع به سری اتفاقات. یادم یه جایی بودش 3 اپیزود فقط دور میز نشسته بودن داشتن حرف میزدن، تصمیم میگرفتن و اصلا داستان اونقدر حرکت نمیکرد به نظر من، که خب میگم یه ذره به نظر من این فصلش ضعیف بود. اثر بعدی بای بای ارفه. بای بای ارف یه دونه از اون انیمه هایی که به نظر خودم خیلی خوبه. حالا خیلی خوب که نگیم، به نظر من خوبه، جذاب میدن، جالبه داستانشون. داستان یه همچه حالاتیه که این مین کاراکتر داستان ما آروم آروم جلو میره و داستان هی شروع میکنه به شما چیزهای بیشتری از فضاش نشون بده و واقعا اثر خوبیه. به نظر من جز اون اثراتیه که اصلا شناخته نشده و کسی تقریبا راجعش حرف نمیزنه، ولی به نظر من ارزش امتحان کردن داره، یه شانسی بهش بدید. نیر رو من خودم هنوز ندیدم، شروعش نکردم، منتظرم یه 5 6 اپیزود بیادش با هم ببینمش، چون که فصل یکش رو که دیدم خیلی حس کردم داستانش نمیگیره، ولی مثلا پشت هم که میدیدیش قابل تحمل تر. بعدی دالیا این بلوم یا مادوگوشی دالیا، این هم انیمه خیلی باحالیه، یه تم شوجو داره ولی داستان خیلی کیوت و باحالی داره. من خودم خیلی خوشم اومدش از این اثر، در حالی که اصلا اولش انتظار نداشتم اینقدر خوب عمل کنه. اگر که نمیبینش بهتون پیشنهاد میدم یه امتحانش بکنید. مونوگاتاری هم که این فصل داریم، مونوگاتاری هم به وضوح قابل قبول بوده. من راضی بودم تا اینجای کار ازش. خوشبختانه با مسائل جنسی مثل فصل یک انیمه رو راینز نکردن، ولی خب اوکی بوده تا اینجای کار به نظرم. بعدی Nobody Way Up to an Exploration رو واقعا اثر بدیه، یعنی معمولی رو به بده. چرا که این کاراکتر داستان ما اون اولش ضعیفه، بعدش این یارو 2 تا کارت خادم پیدا میکنه، لغت بهتر تو ذهنم نمیاد براش، و این خادماش حالا کیان؟ هایلاینا نیستن، یه والکری و یه شیطانن، ولی بچه دبستانی و یه سری صحنه‌های کرینج داره. مثلا یارو باید حتما سنگو بذاره تو دهنشون، دست و پا ندارن خودشون بخورن. مثلا نمیدونم خیلی احساسات کرینج قاطی انیمه کردن. این یارو مثلا نمیدونم حسودیشون میشه به هم دیگه، یه دختر دیگه ای تو داستان هستش. کلا به نظر من میگم اثر ضعیفیه به نسبت Why does nobody remember me in this world. اینم اثر بدی نیستش، من به نظرم معمولیه، یعنی نه معمولی خوبه نه معمولی بده، دقیقا معمولیه. تا اینجای کار من ازش رضایت دارم. اگه که میبینید خوشتون میاد این سبکا، خب ببینید، بد نیستش. اگه هم که خوشتون نمیاد، کلا فانتزی دوست ندارید، خب به درتون نمیخوره. ولی میگم کار اوکیه، کرینج نیستش که اذیت بکنه، ولی از اون طرف هم یه چیز شاهکار نیستش که بگم وای آجی عجب داستانی داره. اثر بعدی مای وایف هاز نو ایموشنه. این یکی انیمه باحالیه به نسبت، من خودم خیلی خوشم اومد ازش. آتری مای دیر مومنت هم بالاخره شروع کردم به دیدم. من 3 اپیزود اول پشت هم دیدم و چقدر خوب بودش. یعنی داستانش یه همچه حالتی که اسلایس آف لایفه
و در واقع داره داستان زندگی اینا رو نشون میده توی یه حالت پسا آخر زمانی و اوکیه به نظر من، باحال داستانش. من خودم خوشم اومده، به نظرم خوبه. اگه کسی اسلایس آف لایف دوست داره خیلی اثر خوبیه. چیز میزای کلینج هم نداره، با اینکه خیلی از کاراکترها مثلا به نظر مثل سنشون پایین تره، ولی اثر خوبیه واقعا. من اصلا خیلی باحال کردم، خیلی بهتر از انتظاراتم عمل کرد. دفابل یکی از اون انیمه هایی بودش که من این از فصل پیش شروع شدش، من اولش خیلی براش انتظاراتم بالا بودش، یعنی گفتم اوه عجب شاهکاری قرار بیاد، شارت کلاسیک و اینا. ولی جلوتر که رفتیم دیدم نه، اونقدر اثر خوبی نیستش. یه کمدی ضعیفه ولی اثر بدی هم نیستش، میدونید معمولی نیستش ولی خوبم نیستش، یه جورایی معمولی رو به خوب شاید بشه گفتش. باحاله، برای هفته یه اپیزود نگاه کردم به نظر من خوبه، ولی اینکه مثلا بخوام یه تک بشینم 25 تاشو ببینم واقعا نمیشه. اثر بعدی شوشیمین هاو تو بیکام اوردیناریه یا شوشیمین سیریز. این اثر واقعا خوبه به نظر من، یعنی قشنگ یه جورایی شبیه هیوکا عمل کرده و هیوکا یکی از اون انیمه‌ای که به نسبت فراموش شده و واقعا خیلی اثر قوی بودش. این هم همونجوریه و به نظر من از لیست خیلی ها جا مونده، حتما ببینیدش. تا الان هم 3 اپیزود بیشتر نیومده، وقت هست برای اینکه برسید بهش. تا اینجای کار که خوب بوده، هر اپیزود یه جورایی معمایی طراحی کرده و تو اون اپیزود بهش جواب داده و معماهاش هم به نسبت جالبن. و اینکه یه پوینت به شدت مثبتی که داره اینه که یه سری چیزا هست توی داستان که ما نمیدونیمشون، مثلا رفته رفته ما بیشتر با شخصیت کاراکترها آشنا میشیم و این چیزی که جذابش میکنه. اصلا چرا اسم داستان هاو تو بیکام اوردیناریه و خیلی توی داستان به این اشاره میشه که این دوتا این کاراکتر داستان میگن ما میخوایم آدمای معمولی باشیم، چرا معمولی نیستن. اینو هی آروم آروم بهتون جواب میده و خیلی به نظر من جذابه. اثر بعدی ویستوریا وندنسورد. ویستوریا وندنسورد یه اثری بودش که من خودم اون اوایل اونقدر انتظار نداشتم خوب عمل کنه، ولی بعد از دیدن 3 اپیزودی که اومده اوکیه، یه کار معمولی رو به خوبه به نظرم. اونقدر کار اسپشیال و خفنی نیستش ولی خب کار بدی هم نیستش. به نظرم از بقیه اثرهای فانتزی یه ذره بهتره و ارزش وقت گذاشتن داره به نظرم، مخصوصا اینکه الان دارید هفته یه اپیزود میبینید، واقعا اونقدر فشاری حس نمیشه به نظرم. بعدی میشن یوزاکورا فامیلیه. میشن یوزاکورا فامیلی واقعا من نیستم این انیمه رو، با اینکه 17 اپیزودش رو دیدم، ولی به نظرم یه کار معمولی رو به بده، یعنی ضعیف عمل کرده به نظر من. چرا که خیلی چیزا تو داستانش ایراد داره. این کاراکترامون که اصلا کم سنن، این به کنار، یعنی کارهایی که میکنن به شدت غیر منطقیه. و یه سری کاراکترها هستن دوباره اینا اصلا به نظر میرسه بزرگن، بعد مشخص میشه مثلا کم سنن. یه سری از این بالا زیاد داره. از مثلا من این کاراکتر داستان مثل هولو مثلا آدم میزنه بیهوش میکنه، با تفنگ الکتریکی بهشون شوک وارد میکنه، من اصلا مرگ کشتن براش انگار یه چیز عادیه. من واقعا این قضیه رو نیستم، یه ذره داستانش واقعا میگم آبدو خیاریه به نظر من. سعی کرده که یه پوینت خفن بذاره، یه داستان خوب میخواسته در بیارد توی این داستان، ولی واقعا به داستانه نرسیدن و باعث شده اثر ضعیفی باشه. اثر بعدی تاور هم که خوبه، تا اینجا بد نبوده، باحال بوده به نظر من. اگه کسی دنبال میکرده که خیلی عالی، اگه هم کسی ندیده دنبال یه اثر اوور پاور تور این فانتزی هایی که یارو اولش ضعیف بعدن قوی میشه و ایناست، اثر خوبیه به نظر من. تاور بد نیستش. بعد یه جوانی فرو انادر ورلد هرچی هستش مهم نیست اسمش، واقعا اثر ضعیفیه، خیلی 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 آبدو خیاریه. این کاراکتر داستان قویه، میخوره به 2 تا بچه از خودش قوی تر. بعد مثلا میگه این بچه ها با خداها در ارتباطن، حالا بعدا به توضیح میدم ولی الان نمیشه و این بعدنی نمیادش. این خیلی اثر آبدو خیالیه. اگه مثلا یکی بگه یه فانتزی اسلو لایف میخوام، اسلو پیس، اسلایس آف لایف تو میخوام، خب آره اثر بدی نیستش، ولی به نظر من تو این زمینه خیلی اثرهای بهتری هستش. مثل یکی بودش حدوداً 1 سال پیش اومد، اسمشو یادم نمیاد، میذارم رو ویدیو، و
اون داستانش اینجوری بود که مثلا این کاراکتر داستان ما یه ابیلیتی داره، میتونه از شاپ یا همچین اسمی داره، میتونه از آیتم‌های دنیای خودش رو بخره اونجا و مثلا داستان همش حول آشپزیه، یعنی مثلا میره شکار آشپزی میکنه از گوشت شکارش همچین چیز. اما به نظرم خیلی بهتر از این عمل کرده، خیلی دیگه آب دو خیالی تا اون. اثر داستان نیوبی ادونچره، این هم اثر باحالیه به نظر من، به نسبت خوبه، به نسبت خوبه که مثلا معمولی رو به خوب ولی نه یه ذره پایین‌تر از رو به خوبه. میدونید مثلا اگر که بقیه رو میگفتن معمولی رو به خوب و اینجا معمولی باشه، این بینشونه. باحاله، یه فانتزی باحاله. اوایلش خیلی این یارو پیرمرده اینجوری بودش که من ضعیفم، من قوی نیستم، امکان نداره، چقدر اینا خفنن، ولی الان فهمیده که چقدر قویه و بهتر شده، اثر بهتری شده به نظرم. باحاله، داستانش هم یه جورایی اوکیه، بد نیست به طور کلی. بعدی No Longer Allowed in Another World یا ایسکای شیکاکو، این اثر خیلی خوبیه به نظر من، باحاله، داستان باحالی هم داره، اسپویل نمی‌کنم ولی تا اپیزود 4 ببینید میگیرید تقریبا داستان چی به چیه، ولی باحاله. میگم دازایی داریم که همش داره خودکشی میکنه و همش یه جورایی زنده میمونه، خیلی یه طنز باحالی میده به این قضیه باشه. اثر بعدی The Strongest Magician in the Demon Lord's Army was a Human، اینم اثر معمولی خوبیه، میدونی معمولیه به نسبت خوب، مثل دوستانیوبیه، یه فانتزیه که مثلا یارو دنبال صلحه، میگه من میخوام شیاطین و انسان ها با هم زندگی کنن. یه ذره این عقیده های آرمانگرایانه رو من نیستم، ولی خب میگم به طور کلی اثر بدی نیستش، سوسوه یه مقدار. اثر بعدی آلایا Sometimes Hide Their Feelings in Russian، این انیمه که به شدت معروف بود، یعنی خیلی هایپش بالا بود، پاپولاریتیش بالا بود قبل از شروع فصل. یه سری مشکلات داره، همونطور که تو ویدیو معرفی انیمه فصلی گفتم، این انیمه هارمه و این هارم بودنش یه جورایی کرینجه، شخصیت سوندره داره و به شدت همون سوندره های کرینجه و مثلا یه کاراکتر دیگه هستش میگه من دوست دوران بچگی ام، بعد مشخص میشه خواهر یارو است. مثلا تو این اپیزود 5 داستان نصفش مستقیما فن سرویس بود، این خواهره که اصلا یه طرف فن سرویس های کرینجش، آلایا دوباره خودش فن سرویس های کرینجش یه طرف، بعد خواهر آلایا اون هم دوباره یه سری چیزای کرینج دیگه داره. یعنی واقعا اثریه که اگه که مثلا از اینایی باشید که وای یه رومنس اسلایس آف لایف اسکول لایف، وای چه اثر خوبی بریم ببینیم، آره خوشتون میاد، ولی اگه که مثلا بخوایم واقعی به اثر نگاه کنیم که آیا خوبه یا بده، به شدت اثر ضعیفیه و به نظرم اصلا ارزش وقت گذاشتن رو نداره. اثر بعدی کوالیتی اشورنس این انادر ورلده، انیمه بدی نیستش، معمولیه، یه داستان جالب داره، یه سری باگ ماگا داره، ولی خب به طور کلی قابل قبوله. باز اگه یکی مثلا میگم این ایسکای فانتزی های اسلو لایف، اسلو پیس، اسلایس آف لایف دوست داره، آره چیز خوبی میتونه براش باشه، ولی اصلا نیستش که مثلا بگم وای چه اثر خفنیه قراره 100% پس 2 بگیره نگیره مانگا میخونم و اینا، نه واقعا به نظرم اونقدر خوب نبوده. بعدی سوساد اسکوئل ایسکایه، این اصلا خیلی خوبه، من خودم خیلی باهاش حال کردم، یه طنز خوبی داره، به نسبت طنز که نگیم یه جورایی شوخی میکنه با کاراکترها که بامزه میکنه داستانو و راضی هم من ازش تا اینجای کار. اثر خوبی بوده، یه ذره معمولی بالاتر خوب بوده به نظرم، پیشنهاد میکنم اگه ندیدید ببینید، داستان جالبی داره، حالا چه فن دی سی و سوپر هیرو اینا باشید چه نباشید، این اثر به نظرم خودش میگیره چون خودش به خودی خود خوبه. یه سری کاراکترهای کلینج داره، مثل اون ملکه خیلی کلینجه، ولی خب خوشبختانه تایم حضورشون خیلی کمه. اثر بعدی دانجن پیپل هی هم خوبه هم بده، معمولی نیستش، یه جاهای خوبه یه جاهای بده، میدونید، یعنی بین خوب و بد همش داره بالا پایین میشه، به یه طرف نیستش، به طور کلی قابل قبوله ولی نیستمش من اونقدر و پیشنهاد نمیدم ببینیدش، چون میگم واقعا باید خیلی آدم فن فانتزی باشه که بخواد بشینه ببینتش. برای هفته یه اپیزود قابل تحمله، ولی مثلا اگه
12 اپیزودو بخواد آدم یه جا ببینه یه ذره اذیت میکنه، درگیری الکی میده به آدم به نظرم. بعدی تاسوکتسوه فیت آف ماجوریتی. این جزء انیمه‌ای بودش که پاپولاریتیش به شدت پایین بود و خیلی هم نمیشناختنش. به نظر من اثر خوبیه، داستان خوبی داره، یعنی انیمه سوروایوال بتل رویال توره و اینجوریه که هرچی جلوتر میره شما بیشتر میفهمید که مثلا اون فضا چجوریه، وضعیت چجوریه و این چیزیه که به نظرم باعث میشه داستان شما رو نگه داره. میدونید در اینجوری نیستش که از اولش همه چیزو بهتون گفته باشم بگن آقا این آدم خوب است اینم آدم بد است، یا علی مدد مبارزه کنید بزنید همدیگه رو بکشید، یا مثلا نمیدونم این بازی مرگبار رو داریم یا علی مدد همدیگه رو بکشید. هی رفته شما یه سری چیزای بیشتری میفهمید توی فضای داستانش و به نظر مثلا خوبیه، مخصوصا اگر که طرفدار انیمه‌های سوروایوال بتل رویال باشید خیلی خوبه، مثل توموداچی گیم با توم. حالا به توموداچی گیم باز بیشتر شبیه ولی خب کلا اون سبکی‌ها خیلی خوبه به نظر. آخرین انیمه که 3 هفته تعویق خورده یاتاگاراسو The Raven Does Not Choose Its Master. بی‌نظیره واقعا. این انیمه که خیلی ها نمیبینن و من اصلا نشنیدم کسی راجبش حرف بزنه. از سیزن پیش داره میاد 14 اپیزود اومده و واقعا عالیه واقعا. من خیلی باهاش حال میکنم. یه داستان میستری داره و رفته شما بیشتر میفهمید، مثل The Apophthegm Diaries که سیزن پیش اومده. رفته شما 2 فصل پیش ببخشید رفته بیشتر میفهمید چی به چیه. حالا این حتی از اون هم بیشتر اینو داره که بیشتر اطلاعات رو مخفی کرده و به نظر من واقعا اثر فوق‌العاده خوبیه، حتما ببینیدش. خلاصه داستان رو چیزی هم زیاد پیشنهاد نمیدم بخونید، فقط کلیت ماجرا رو بخوام بهتون بگم که بخواید روش برید انیمه رو ببینید بدون اسپویل، جوری که اسپویل نشید. اینه که اینا کلاغن خب و کلاغای سپاهن که میتونن بین آدم و کلاغ تغییر فرم بدن. یه کسی قرار بوده شاهزاده بشه، اینا 4 تا قبیله دارن، حالا یه کسی قرار بوده شاهزاده بشه. یه کلاغی وجود داره به نام کلاغ طلایی، بهش میگن کینیو واقعی. کسی که شاهزاده میشه اسمش شاهه میشه اسمش کینیو. کینیو واقعی بر کینیو اولویت داره. قرار بوده یه کسی شاه بشه، شاهزاده بوده یعنی شاه قرار بوده بشه، این داداش بزرگه کینیو واقعی. ولی وقتی کینیو واقعی متولد میشه شاهزاده به پایین میاد و این یکی کینیو میشه پادشاه، یعنی قرار میشه که پادشاه بشن و خیلی مخالفه اینن که این آدم بشه پادشاه. و داستان راجع به اینه که مثلا این آدم چجوری موفق میشه، قرار موفق بشه که تبدیل به کینیو بشه و این وسط هم باید یه همسر انتخاب کنه از هر همسر، از بین دختران 4 قبیله در واقع هر قبیله یکی رو میفرستن باید یه همسر انتخاب کنه و به شدت خوبه، به شدت، یعنی میگم بی‌نظیره، حتما ببینیدش. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید تا دوریم دیگر بدرود.